تشخیص آکوزاتیو از داتیو. مهمترین چیزی که باید اینجا بدونیم اینه که آکوزاتیو بیشتر برای چیزی یا کسی در حال حرکته، ولی داتیو برای کسی یا چیزیه که ساکن هستش. مثال میزنیم، مثلا من میگم که من الان توی مدرسه هستم، مکانم که عوض نمیشه که، پس این میشه ich bin in der Schule. به خاطر همین چون دی شوله هست میام داتیو رو استفاده میکنم و میگم der Schule. ولی اگر همین جمله رو بخوام به آکوزاتیو بگم، میگم که من دارم میرم به سمت مدرسه، یعنی من هنوز توی مدرسه نیستم، یعنی هی دارم جا به جا میشم تا مدرسه برسم، میشه ich fahre in die Schule، یعنی اینکه من دارم جا به جا میشم و میرم به سمت شوله. مثال دوم ما میگه ich bin im Kino، یا همون in dem Kino که کوچیک شده im Kino، و این در جواب سوال وو هست، یعنی تو کجا هستی، و این برای داتیو استفاده میشه چون که میگه من الان در سینما هستم، یعنی هیچ جا به جای دیگه ای نیست، فقط میگه تو کجایی. woher یا همون آکوزاتیو ما بیشتر روی جا به جایی اون جسم یا شخص میاد تمرکز میکنه. مثلا اینجا میگیم ich gehe ins Kino، به خاطر اینکه das Kino میشه in das Kino، به خاطر اینکه من دارم جا به جا میشم، من یه حرکتی دارم و این آکوزاتیوه.